اکنون مار که از همه موجوداتی که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود به حوا گفت: آیا خدا واقعا گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ از میوه همه درختای باغ میخوریم، به غیر از درخت شناخت نیک و بد. میوه آن درخت را نباید بخوریم، زیرا اگر چنین کنیم خدا گفت مطمئناً خواهیم مرد. شما مطمئناً نخواهید مرد، زیرا خدا می‌داند اگر از آن درخت بخورید چشمانتان باز خواهد شد و همچون خدا نیک و بد را خواهید شناخت. خدا گفت حتی نباید آن درخت را لمس کنیم. حوا که وسوسه سخنان شیطان شده بود برگشت و به درخت ممنوعه خیره شد. او دید که آن درخت خوشخوراک و چشم نواز است و مطلوب برای افزودن دانش. پس حوا از فرمان خدا تمرد ورزیده و از میوه درخت شناخت نیک و بد خورد و به شوهر خود که با وی بود داد و او نیز خورد. پس از خوردن میوه ممنوعه چشمان هر دوی آنها باز شد و فهمیدند که برهنه هستند. و برگ‌های انجیر را به هم دوختند تا بدنشان را با آنها بپوشانند. آدم. و وقتی صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می‌خرامی، آدم، خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم، تو کجا هستی؟ من صدایت را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا برهنه بودم. چه کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آیا از درخت شناخت نیک و بد خوردی؟ از آن درختی که فرمان دادم از آن نخوری؟ این زنی که تو به من بخشیدی تا با من باشد آن میوه را به من داد و من آن را خوردم. حوا، این چه کاری بود؟ مار مرا فریبم داد و من آن را خوردم. و یهوه خدا به مار گفت: چون این کار را کردی تو را لعنت می کنم. از همه چار پایان و همه موجودات زنده ملعونتری. بر شکم خود خواهی خزید و کل روزهای عمرت را خاک خواهی خورد و بین تو و زن و بین نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. سپس یهوه خدا به حوا گفت: درد زایمان تو را بسیار زیاد می کنم. با درد زیاد فرزند خواهی آورد. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو مسلط خواهد بود. و سپس خدا خطاب به آدم گفت: زمین به خاطر تو ملعون شد، زیرا به حرف زنت گوش دادی و از درختی که تو را از خوردن آن منع کردم خوردی. باید با درد روی زمین کار کنی، برایت خار و خس خواهم رویانید و با زحمت و عرق پیشانی
برای به دست آوردن خوراک از زمین کار خواهی کرد تا روزی که به خاکی که از آن گرفته شدی بازگردی، زیرا تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. یهوه خدا لباسهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و به آنان پوشانید. سپس یهوه خدا فرمود: اکنون آدم مانند یکی از ما شده است که نیک و بد را می شناسد. او اجازه ندارد دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. پس یهوه خدا انسان را از باغ عدن بیرون کرد تا بر زمینی که از آن گرفته شده بود کار کند. و در قسمت شرقی باغ عدن کروبیان و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت قرار داد تا از راه درخت حیات محافظت کند. چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. پس خدا آدم را بیرون راند و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. پیدایش باب 3 آیات 6 و 24.